پنج خود را که با نام فاکس بت شناخته می شود بیش از 45 سال پیش عرضه کرد. این هواپیمای جنگنده با سرعتی نزدیک به 3 برابر سرعت صوت و پرواز در ارتفاع 120,000 پایی هنوز هم در میان رکوردداران بیشترین سرعت و بیشترین ارتفاع پرواز جنگنده های عملیاتی دنیا است. این هواپیما در چنان ارتفاع بالایی پرواز می کند که خلبانان آن لباسی شبیه لباس فضانوردان به تن می کنند. در سالهای پیش از انقلاب، شوروی توانست با استفاده از این هواپیما برای عملیات‌های جاسوسی و شناسایی بارها به حریم هوایی کشورمان تجاوز کرده و حتی دیوار صوتی را نیز بشکند. همسایه‌های ما هواپیمای فاکس بت داشتن، هواپیمای شکاری میگ 25 بیشتر می‌آمد از نقاط حساس عکس برداری می‌کرد و هر نوع جابجایی و یا گسترشی که اتفاق می‌افتاد بلافاصله میتونستن با خبر بشن. The advantage of the MiG-25 was that this was a very powerful aircraft capable of flying very high, up to 22 or 23,000 meters high, and very fast, up to Mach 2.3. in emergency even faster. و چون سرعتش خیلی زیاد بود، 3 برابر سرعت صوت بود، تا بیان هواپیمای موجود مثل F4 که داشتیم یا F50 تا بیان این رو تو رادارشون پیدا کنن، قفل کنن روی این و بخوان فایر بکنن و برای اینکه این موشک‌ها سیف از هواپیما جدا بشن، موشک بلافاصله آرم نشه زیر خود هواپیما منفجر بشه و در واقع هواپیمای مادر رو از بین ببره، یه تایم دیلی بود برای آرم شدنش که ما وقتی موشکمون رو می‌زنیم یه هواپیمای سوپرسونیک داره میاد، ما هم نزدیک سرعت صوت داریم میریم، به سرعت این رنج داره کم میشه و این مسافتی که تو همه این مدت بین این دو تا هواپیما داشت کم میشد، زمانی بود که ممکن بود وقتی موشک میرسه به هواپیمای دشمن هنوز آرم نشده باشه. مشکلی که وجود داشت هیچ هواپیمایی نمیتونست اونو بزنه چون فرصت نبود. اما ورود هواپیماهای F-14 به کشور و امکان استفاده از موشک‌های دوربرد فینیکس این معادله را به هم زد. تنها هواپیمایی که شاید میتونست با اون مقابله بکنه همین هواپیمای F-14 بود که از راه دور